وعده‌ای که در گذشته داده بودیم قرار بود که به جایی برسیم که بتونیم یک مکالمه عادی و روزانه رو داشته باشیم. البته این مکالمه‌ای که بهتون میگم دیگه خیلی ساده است، یعنی فکر کنم اگه درس‌های گذشته رو دنبال کرده بودید حتما الان بیشتر از این میتونستید انجام بدید. پس میریم مکالمه بین مصطفی و فاطمه، دو اسم ترکی که خیلی طرفدار داره در بین مردم ترکیه، مصطفی و فاطمه هست، یعنی به فاطمه میگن فاطمه. خب عرضم به خدمتون که شروع میکنیم. Hello فاطمه. Hello فاطمه. اما در ترکی مرحبا فاطمه. مرحبا فاطمه. مرحبا فاطمه. Hello مصطفی. مرحبا مصطفی. 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 مرحبا مصطفی. How are you? Nasılsın? How are you? Nasılsın? من خوبم متشکرم. تو چطوری؟ خوبی؟ Ben iyiyim. Teşekkür ederim. Sen nasılsın? İyi misin؟ خب این خوبی رو الان گفتم به حال مثل ما ایرانی ها که در مکالماتمون دیدید میگید خوبید شما، سلامتید، چطورید. حالا ترکام همچین چیزی میگن. İyi misin؟ Sen nasılsın؟ Ben iyiyim. Teşekkür ederim. Sen nasılsın? İyi misin؟ İyi misin؟ İyi misin؟ İyi misin؟ یعنی خوبی؟ iyi که قبلا گفتیم یعنی خوب، با هم میشن iyi misin؟ خوبی؟ I'm fine, thank you. And you? Are you okay؟ در انگلیسی are you all right؟ اینطوری میگن دیگه. اینو من داشتم میخوندم. بعد و در جواب میگن من هم خوبم، بنده ایم. هست در زبان فارسی میگه بنده خوبم، ممنون. این در واقع نشأت گرفته از زبان ترکیه. بنده ایم، تشکر ederim. I'm fine too, thank you. انگلیسیش رو ننوشتم مثل که، متاسفانه، شرمنده. بنده ایم، تشکر ederim. I'm fine too, thank you. یا thanks. خب یک ماشین در زبان انگلیسی که میشه کار. در زبان ترکی میشه آرابا. مثل عرابه هست در زبان فارسی. بیر آرابا یعنی یک ماشین. بیر آرابا. بیر آرابا. دوچرخه چه میشه؟ در انگلیسی bicycle. در ترکی میشه بیر بیسیکلت. بیر بیسیکلت مثل موتورسیکلت ولی این بیسیکلت. خب یک خودکار در انگلیسی میشه a pen. در ترکی در واقع خودکار میشه bir tüknemez kalem. اما مثلا به یه خانم یا آقای در خیابون بگید مثلا خودکار دارید؟ کالم وار ما مثلا خودکار برمیداره بهتون میده، یعنی هرچی که تو جیبشون باشه. کالم در واقع هم مداد و هم خودکار رو میگن کالم. پس بدین صورت یک مداد که در انگلیسی میشه a pencil در ترکی میشه bir kalem. پس هم خودکار و هم مداد در ترکی رو شما میتونید بگید bir kalem. یک مداد یک خودکار میشه bir kalem. اما خودکار به طور کلی میشه bir tüknemez kalem. اما مثلا گفتم به هر کسی بگید مثلا خودکار دارید یا مداد، بهش معمولا میگن کالم وارما آبه این شکل. خب یک در، دور و چیزا نخونید، در که در انگلیسی میشه دور در ترکی میشه bir kapı. bir kapı ای نیست bir kapı. حالا پنجره a window.
a window. در ترکی میشه bir پنجره. خیلی ساده است دیگه، bir پنجره. این ای رو ا بخونید و این دوتا رو ا بخونید. bir پنجره. حالا پنجره دونوشو میگم ولی پنجره درسته. کتاب a book. بعضی ها میخوننش a book. خب در ترکی میشه bir kitap. سگ، یک سگ a dog. bir köpek. یک ماهی a fish. bir balık. ماهی هم میشه بالک. خب این درسمون به طور چون همون بهتون قول داده بودم که یک مکالمه رو داشته باشیم، یک مکالمه ساده زبان ترکی بود که بالاخره تونستیم به جایی برسیم که یک مکالمه رو انجام بدیم. منتظر باشید درس‌های بعدی خیلی بهتر، خیلی آموزنده تر و مطمئن باشید در این سری آموزش ها زبان ترکی را یاد خواهید گرفت. موفق